سلام رفقا، حال تو چطوره؟ بچه ما میخوایم الان معرفی دو تا کارنوش داشته باشیم. یک کارنوش مخصوص لانگ رنج که فاصله خیلی دور و خیلی قشنگ با یکی دو تا شات. دیگه مثل قبل که نیست که دیگه کارنوش نرف شده دیگه، مثل قبل با یک تیر وان شات نمیکنه و به جای یک تیر شده دو تیر، اما بازم اون اتچمنت خاص خودشو داره. پس ما میخوایم دو نوع کارنوش به شما معرفی کنیم، یکی برای لانگ رنج فاصله دور، یکم برای فاصله نزدیک. چه فرق میکنه با هم؟ فاصله نزدیک رو سه تیره اما فست اسکوپه، یه تیر میزنی گان دوم میکشی طرفو دان میکنی فینیش میدید تمام میشه میره. اما اونی که لانگ رنجه دو تا تیر میزنی اما فاصله دمیج خرکی، با دو تا تیر قشنگ طرف ناکاوت میشه. بریم برای معرفیش. کارنامه‌اش اولی که لانگ رنجه، مازل رو بعد سونیک سوپر اسور بذارید، برل رو باید سومی بذارید، آندر برر لاک گیری پریسیژن 40. این ستا از این طرف آمینیشن دومی رو میذارید که نگاه کنید توی توضیحاتش چه دمیج باور نکنه واسه لانگ رنج میده. خب اینم از این. واسه اسکوپ هم من پیشنهاد میدم اونی که وسطش مثلثیه رو نذارید، ما خود کارنوش که معمولا همه میذارن. SPX80 دقت بالاتری داره و علاوه که توی دیتیلش زده هم به شما فایر اکروسی بهتری میده و هم که توی دمیج توی فاصله دور میبینید سبز رنگ شده، خیلی مؤثره. اینو استفاده کنید، خیلی لرزشش کمه، از فاصله دور با دو تا تیر راحت دان میکنه. من خودم امتحانش کردم، عالیه. حالا بریم معرفی کارنوش دومی که فست اسکوپه. معمولا توی لاکدان استفادهش کنید، توی مالتی پلیر استفادهش کنید، فاصله نزدیک استفادهش کنید. توی لانگ اصلا پیشنهاد نمیکنم، ولی بی‌نهایت کارنوش فست و سریع دومی که میخوام براتون معرفی کنم. بریم معرفیش. بچه اینم از کارنوش فست اسکوپی که بهتون گفتم. مازل رو به هیچ وجه نمیذارید اصلا. برل رو اونجا سومی گذاشت، اینجا حتما به اولی رو بذارید. آندر برل رو DR6 هند استاپ، حالا ما گفتیم 6 گیر ندید، DR6 هند استاپ اینو میذارید. و توی اسکوپام که اسکوپ مورد علاقه منه، رنج کالر V3 میذارید و استاک هم نو استاک. اینو که بذارید، این 5 تا رو که بذارید فست اسکوپ میشه. امیدوارم که از این اتچمنت ها لذت کافی رو ببرید. حتما بهم بگید که نظرتون در مورد اتچمنت ها چیه. سعی کردم بهترین اتچمنت هایی که خودم تا الان استفاده میکردم و در اختیار شما عزیزان قرار بدم. دوستتون دارم، کاپتان PJ هستم. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا یار و همراهت باشه.